این هفته خبر تو خبر داره براتون. از ادامه ماجراهای املت شدن پاسدار فخریزاده و آخوندایی که توی باطلاق ابهام دست و پا میزنن و خودشون هم نمیدونن که از کجا خوردن. ترور پیچیده و چند وجهی شهید فخریزاده البته برای همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های امنیتی و نظامی، مسئولان کشور، سیاسیونی که سعی کردند فخریزاده را از آن خود کنند، رسانه ملی و حتی فعالان مجازی نکته‌های فراوان دارند. در مجموع میتوان گفت عملکرد این مجموعه در ماجرای ترور خونین فخر ایران به تعبیر مجازی باگ‌های مختلفی دارد. انشاءالله این حادثه آخرین رویداد از این دست در ایران عزیزمان باشد، اما آیا در هنگام رخ دادن احتمالی حوادث مشابه این باگ‌ها و حفره‌ها رفع شده است؟ این پاسدار فدوی هم دچار گیجی چند وجهی شده و با زبون بی زبونی به فلاکت نظام اعتراف میکنه و میگه تو روز روشن با تکنولوژی ماهواره‌ای و هوش مصنوعی پدر هسته‌ایشون رو دراز کردن و هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. 11 تا پاسدار همراه شهید فخریزاده بود به عنوان تیم محافظ و اونا حی حاضر بودن و به صورت فوری سپاه از کم و کیف بعدم که همه مجموعه حالا نمیدونم چطوری بود که اون انفجاری که اون نیسان داشت به خاطر اصلش به خاطر از بین بردن اون مجموعه بود که اقدام شده بود. میشه بگی دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ تیربار و اینا وقتی منفجر میشه تیربار یه طوری پرد میشه که ما حتی مدارای الکترونیکی هم رو درآوردیم، سیستم ماهواره‌ای که برقرار بود درآوردیم، به صورت آنلاین با ماهواره این کار صورت میگرفته، آدم تو صحنه نبود. خلاصه این که غافلگیری عظما تو این ماجرا یه چیزی تو این مایه هاست. این وسط تیویریش هم مشغول بازارگرمیه و دوروبریای فخریزاده رو جمع کرده تا با این خالی بندی ها از یه پاسدار هسته‌ای قهرمان بسازن. حالا قطعا بچه های تیم حفاظت ایشون خیلی خوب میدونن مثلا همون روزی که این اتفاق میفته خب خیلی به ایشون میگن که امروز حرکت نکنیم با توجه به شرایط و اینها. حرفی که آقا میزنه میگه من کلاس دارم، بعد از ظهر کلاس دارم، باید صبح برم مطالعه بکنم برای کلاس بعد از ظهر و الان شرایطش رو اینجا ندارم که یه جایی خارج از در واقع تهران بودن، شرایطش رو ندارم که اینجا به صورت مجازی برگزار بکنم و یه جلسه خیلی مهمی هم گویا داشتن. به خاطر کلاس و جلسه هر چی به ایشون میگن که برنگردید، ایشون میگه که نه، من حتما باید هم به کلاسم برسم هم به جلسم. اصرار میکنن که بله. بابا عجب مشنگی بوده این فخریزاده. آخه کدوم آدم جدی به خاطر یک کلاس قابل تکرار موضوعات امنیتی رو نادیده میگیره؟ با این حساب قضیه تیم حفاظت فخریزاده بی‌شباهت به این قطعه طنز نیست. 各部门注意，一定要保护好老板的安全。李志光，快！危险解除。 حالا بشنوید از جنگ گرگ‌ها که بعد از به درک واصل شدن فخریزاده حسابی بالا گرفته و خودشون دارن از خودشون انتقام سخت میگیرن. سیاستی که این دولت داره متاسفانه خودش تنش‌زاست، یعنی تنش‌ها رو بیشتر میکنه. اون وقتی با چاقو به شما حمله کرد شما عقب نشینی میکنی، هر چه از شما بخواد میگیره. اصلا باید به این نکته خیلی جدی توجه داشته باشیم. دلواپسی این یکی کارشناس نظام از قبلی خنده‌دارتره. این یکی میگه اگه جواب ندیم میرن سراغ بعدیا. راستی دفعه بعد کی رو میخوام بزنن؟ اصلا امنیت، من دارم با زبان همانهایی صحبت میکنم که میگن استدلالشون اینه
مصلحت و عقلانیت ایجاد میکنه برای حفظ فرصت نمیدونم برجام، مذاکره یا هر چیزی خیشتنداری نشون میده. خب اگر شما خیشتنداری کنی، اسرائیل فرصت رو غنیمت میشمره، به هدفش هم که نرسیده، با عصبانیت و گستاخی بیشتر و با ارزیابی این که ایران کاری نخواهد کرد، بدون هزینه اقداماتش رو تشدید خواهد کرد و بیشتر و بیشتر. پس اینجوری شما فرصت مذاکرات هم از دست خواهید داد. 1 2 جنگ بالاخره میشه. اگر شما جواب ندی دفعه بعد حساب کن کیو میخواد بزنه. اینجاست که اشک این بوزقلمون آبغورگیر در میاد و یه چنین صحنه‌ای برای خبر تو خبر ساخته میشه. اون وقتی که این شهید آماج تیرهای ظلم استکبار جهانی قرار گرفته و روی زمین افتاده، این بانو هم کنارش بوده، سپرش بوده، اما کارهاش دیگه برای نجات این شهید مؤثر نبوده. خیلی سخته آدم ببینه عزیزش جلو چشمش تیر خورده، جلو چشمش. همینجور که سخت است برای یک مرد غیرتمند که همسرش جلو چشمش کتک بخوره، کشته بشه. بعدم قورباغه عظما رو آوردن تا با این ابوعطا سر بسیجی ها رو گرم کنه و دلشون رو به انتقام سخت نسیه خوش کنه. عصر دلتنگ جمعه چه غروب غریبی، تف قتلگاهش میوزدت رسیبی. ای جوانان بیایید خفته در خون حبیبی، دیگر با دشمن حرفی نمانده، دیگر با دشمن حرفی نمانده. اذن میدان ده لبک فرمانده. ته خط هم انتقام سختشون یه چنین چیزی از آب در میاد. اما از حق نگذریم، این جوجه تروریستی نظام یه چیزایی دستگیر شده و بسیجی ها رو اینجوری از قیامی که تو راهه میترسونه. شورای آتلانتیک گفته دموکرات ها همه دعوت به صبر استراتژیک میکنه. آره شما هیچی نگید دیگه، بذار بزنه، بذار این بیاد بزنه، بذار غرور ملیتون رو با خاک یکسان کنه، بذارید دانشمنداتون رو بکشه، بذارید پالس بفرسته برای مردمتون که غیرت ندارید، بذارید پالس بفرسته برای مردم که امنیت ندارید. بذار کار میخواد بکنه، شما ناراحت نباشید، صبر استراتژیک داشته باشید. منافقین چند وقت رسما داره طرف رو پاورپوینت توضیح میده، اسم شهید فخری زاده رو نشون میده. و مورد پنجم اینو لحاظ کنید، دقت کنید، اینا پالس برای شورش داخلیه. اصل ماجرا از نظر من پیش روه. مردم آماده باشید. از اونجایی که هوا پسته و آخوندا میبینن که تو فضای حقیقی نمیتونن غلطی بکنن، به فکر ابرقدرت شدن تو فضای مجازی افتادن. الان میتونیم این کار رو بکنیم آقای دکتر عاملی؟ اولا ما باید دنبال ابرقدرت شدن در محیط مجازی باشیم. بچه قدرت در محیط مجازی توان عمل کردن یعنی باید بالاترین هدف رو بگیریم. نه اصلا مثال به شما بزنم، ببینید ما در محیط مجازی 1 میلیارد و 800 میلیون وبسایت داریم، ولی اینا قدرتی ندارن. شما هزاران، یه دفعه دیدم مثلا یه کسی شعار داده بود هر بسیجی یک وبسایت. این غلطه. ما باید توانش زیاد، تراکنش بالا، تراکم داده‌ای بالا با اتصالات گسترده در محیط مجازی به وجود بیاریم. حالا این شما و این هم تقلای دست جمعی بسیجی ها در فضای مجازی برای تبدیل شدن به ابرقدرت مجازی. اینا گام اول رو با مسخره کردن خودشون برداشتن. تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم. هیدر 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 هیدر. تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم.
تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم. تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم. یا علی. تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم. تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم. مردمم در فضای مجازی اینطوری به ریش آخونده و پاسدارا میخندن. تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم. تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم. تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم. ببینید چی بر سر نظام ولایت اومده که یکی مثل این پاسدار عباسی اینطوری از پروژه خطی کردن عضو حرف میزنه. ولایت فقیه رو چجوری باید تخریب کرد؟ یا باید فشار بیاریم که قانون اساسی باید عوض بشه، بعد اصل ولایت فقیه توش حذف بشه، یا باید بیایم خود ولایت فقیه رو تخریب کنیم، همونطوری که پیامبران رو تخریب میکردن در حیات پیامبران، تو زندگی پیامبران هی میومدن علیهشون شایعه درست میکردن، ائمه رو علیهشون شایعه درست میکردن میزدن. الان باید ولی فقیه رو، خود شخص ولی فقیه رو تخریب کنن. یه موقع خود ولایت فقیه رو در قانون اساسی باید بزنن، یه موقع بیان بگن این ولایت فقیه مبتنی بر یه چیزیه به نام اسلام رو بزنن. پس زدن اسلام که میگن اسلام مرد، زدن ولایت فقیه در اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، زدن شخص ولی فقیه، این ستا رو بزنن راحت ایران میشه چی؟ ایران میشه افغانستان. باید به این پاسدار مشنگ گفت آخه ولی فقیه شما که زدن نمیخواد. بسیجیای گاگول خودشون چارچرخ ولی فقیه رو هوا میکنن. یکیشون اینه که معلوم نیست داره تهدید میکنه یا تبلیغ قلیون میکنه. عزیزان من همینطور که اعلام کردم گفتم اگر حضرت آیت الله خامنه ای اجازه بده ما با بچهای نورآباد به روستای انجوار قیلون ساعت 9 جمعه آینده تو عربستان سعودی چاپ میکنیم. از اونجایی که مفخوری آخوندا خود بسیجی ها رو هم به شرشر انداخته، این بزبز قندی اومده تا با خاطر سازی و خاطر بافی برای آخوندا سابقه تراشی کنه. ضمناً تو عملیات به شما بگم جلوی همه غواصا طلبه های غواص بودن. ما با رفقا همیشه میرفتیم، معمولاً تو اطلاعات عملیات میگفتیم آقا جلوی همه نیروها باید ما طلبه ها باشیم که وقتی برشون آیه جهاد و شهادت میخونی نگن برای ما آیه میخونی بعدم میری عقب چای میخوری و چلو کباب تو میخوری ما بریم شهید بشیم. نه، آیه بخون بعدم جلوی ما را بیفت ببینیم شهید میشی چجوری، برو شهید بشو عمو ببینه. تو روزایی که هموطنان اهوازیمون به خاطر سیل در رنج و عذابن، ببینید کارگزاران مشنگ رژیم چطوری زمین ساز این فاجعه شدن. رود بزرگ کارون اهواز رو به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم کرد. بعد از دریافت وام 100 میلیون دلاری از بانک جهانی صورت گرفت این بود که در قسمت غرب اهواز کلکتورها یا لوله‌های اصلی انتقال فاضلاب اجرا شد و تصفیه خونه کاملا پیشرفته در قسمت شرق اهواز. در نتیجه غرب لوله اصلی داره، تصفیه خونه نداره، شرق تصفیه خونه داره، لوله اصلی نداره. بعد مثلا این ور کلکتور اجرا شده، اون ور تصفیه خانه اجرا شده. یه مقداری ناهماهنگی هم داره. این مسخره بازی آخوندهای دجال رو هم یادمون نرفته که موقع اجرای این نمایش‌های مسخره همیشه هستن، اما موقع سیل که میشه غیبشون میزنه. یار انشاءالله از خطرات این سیر انشاءالله در امان بمانیم و یوم حرمت مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام در روز ولادت تربت مبارک رو در رودخانه کارون میندازن. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین. خدای محقق سید الشهدا روز مبارک عیدی رو مردم خوزستان بگیریم. آب انشاءالله کنید. سلامات بر محمد. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به تازه ترین محصولات در عرصه اقتصاد مقاومتی. این کلیپ رو دارم ضبط میکنم تا بفرستم به کشورهای خارج و تصمیم گرفتم این کامیون به روی این آجرای تیغه به حرکت درآورم
و شما خودتون مشاهده میکنید که اندازه سر سوزن هیچ گونه آسیبی به این بلوکا وارد نمیشه. از راننده عزیزمون، خب آقای راننده سرت بیاد بیرون یکم بچه ها شما رو ببینم، یه زحمت بکش با دنده یک روی این بلوکا برو تو یک تصاویر زیبایی ضبط بشه، من بفرستم برای کشورهای خارج تا ثابت کنم ما ایرانی ها هم میتونیم بهترین باشیم. یا علی مدد، الهی با امید تو ثابت باید کنیم که ما میتونیم بهترین باشیم. خب این اولش حالا یه خورده خیس مشکلی نداره، شما به بزرگواری خودتون ببخشین، مثل که بله ما باید ثابت کنیم، یعنی نمیدونم حالا یه لحظه بله نه اینا هنوز تره یه خورده حالا درست میشه. ای داد بیداد که این هم آپشن جدید موتورسیکلت در سال جهش تولید. اینا یه اختراع از بزرندی ها پایین شهری ها. اعدادتون نشه نگاه، این بخاری گذاری رو موتور، نگاه این لول کشی اینجا، بیا پیکنیک منبع سوخت، اعدادتون نشه این برنشون ترامپ بدم یه با موه نگاه، بیا این سوار موتورشو میدین تف دوقیت صورتت کیفی صورتت برشت یعنی دیگه زیادتر میشه. چرا؟ بس دیگه چیکار کنی؟ در پایان مشنگستان این هفته یه ابتکار جالب از کاربران شبکه‌های اجتماعی ببینیم که تعریفی از اقتصاد مقاومتی عظماست. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús, había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, yo. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی 2 هنرمند کوچولو جلب می‌کنیم که اجرای بسیار جالبی از یک ترانه معروف و خاطرانگیزه.